خب پس سلام بر دوستان عزیز، اجازه بدین شروع بکنیم. امروز دوست عزیزمون عباس رفیعی قرار صحبت بکنه که سخنگوی در حقیقت پنجم ماست. اولی احمد رضای احمد خطیب بود، بعد علی آذریان دوستمون بود، بعد کامبیز مانی، بعدم جناب پرویزخان کرمانی. رفیعی البته ما سه تا داشتیم اگه یادتون بیاد، یه عباس داشتیم، یه حمید داشتیم، یه فؤاد. که عباس رفیعی جلوی کلاس میشست اگر یادم میاد خوب، چون قدش آره. انقدر رشید نبود مثل سعیدی و من و حمید و اینا که تای کلاس میشیم. و با حمید رفیعی من هم محله‌ای بودم در میدون کاخ، اونجا خیلی نزدیک هم بودیم و اکثرا با هم پیاده می آمدیم مدرسه. با محمد علوی، اونم هم محله ما بود. فؤاد رفیعی هم من از دبستان میشناختم مفصل. حالا یادم نمیاد معلم ها اینا رو چجوری از هم تشخیص میدادن، چون که اگه یادتون بیاد همه ما رو با اسم فامیل صدا میکرد. به هر حال خاطری که من از عباس دارم اینه که همیشه خیلی بچه با صفایی بود و همیشه صحبت کردن باهاش خیلی راحت و خوب بود و لذت می بردم. حالا اگه اجازه بدید خودش برنامهش رو معرفی بکنه و وارد صحبتش بشه. عباس خان مشغول شد. خب خیلی ممنون. صدا میاد ها؟ میاد صدا. خیلی از فریدون و ممن پرویز تشکر میکنم برای که خیلی توصیه های خوبی کردن وقتی که من داشتم اینو تهیه میکردم. خیلی ممنون. امیدوارم فریدون و داریوش هم به سلامتی برگردن، به سلامتی کامل و همه رو دوباره ببینیم. اولا از اینکه همه شما تشریف آوردین خیلی متشکرم. امیدوارم بتونم یه طوری چیز خاطراتی با شما در میون بذارن که جالب باشه برای همه. من میخواستم الان یک چیز کوچولو اینجا شیر کنم. خب این گذاشتیم Journey of Life Unwinding the Tapestry of Time. یعنی چیزی که من میخواستم برم امروز یه دوره بود قبل از اینکه ما در مدرسه البرز به هم دیگه آشنا بشیم. اونجایی بود که ما در حصارک در خارج از تهران، خارج از کرج، اونجا مدرسه رازی ما میرفتیم دبستان. یه دوره جالبی بود. من این مقدار صحبت میکنم در اون باره. بعد این قسمت البرز و فنی رو با چند تا تفسیر کوچیک با هم سریع رد بشم واقعا صحبت کردن. بعد میرسیم اونجایی که من اومدم آمریکا تو استنفورد سیلیکون ولی یه موقعی اونجا صحبت میکنم. بعد چند تا تجربه کاری داشتم که بعضیش توی به قول معروف استارتاپ و اینا بود. اونم فکر کردم یه چیزای نکاتی از اون بگم که جالب باشه. حالا ببینیم چه شوهر شد. همون چی گفتم ما از در از مثلا چیز تهران رو نگاه کنید، ما از خارج از تهران تو کرج، از خارج از کرج یه جایی بود مؤسسه رازی حصارک، اونجا زندگی میکردیم. این مؤسسه بود که مؤسسه سرم سازی و واکسن سازی بود. اگه یادتون باشه سرم چیز پادزهر، واکسن یه چیزی که در بدن پادزهر ایجاد میکنه و یه چیزی خیلی مثلا یونیک بود در اون زمان. برای اینکه این همچین تکنولوژی، همچین کار تخصصی شروع نشده بود. اما من دارم میگم 1900 مثلا 15 1900 یا 1311 این حدود هست، 1310. الان هم مثل که صدمین سالش رو میخوان جشن بگیرن. اینطور که میگم این مؤسسه رازی در وسط بیابون بود دیگه. اون اطراف فقط دهات و اینا بودن و بنابراین چیز علتش هم بود که منطقه وسیع میخواستم برای اینکه خیلی حیوانات زیادی اونجا بود برای خونگیری و اینا. بعد اطرافش بیشتر روستاها بودن و بیشتر چیزهایی که در این دهات اطراف زندگی میکردن. یکی از تصمیماتی که اونجا گرفتم به نظر من خیلی مؤثر بود. اینکه تصمیم گرفتن این دبستان رو خارج از مؤسسه درست کنن. علتش هم این بود که
و کسایی که می‌آمدن مؤسسه و اونجا باید کار میکردن یا اینکه به اصطلاح زندگی میکردن و اینا میخواستن این بچهای روستاهای اطراف هم بتونن بیان تو مدرسه. مدرسه نسبتا مدرنی بود، تازه ساز بود که به نظر من خب برای ما یه خورده کارشون مشکل تر کرده بود. وقتی ما رو میفرستن دبستان باید از مدرسه خارج میشدیم میرفتیم تو دهکده وارد مدرسه میشدیم. بعد ولی از لحاظ یه چیزی که به نظر من خوب بود، من همیشه به این چیز علاقه دارم، این حالت فرصت اجتماعی واسه همه این از این لحاظ خیلی جلو بود. مثلا اون فرصت خوبی بود برای تحرک اجتماعی همه بچه‌هایی که اونجا بودن، شامل اون بچه‌هایی که از روستاهای اطراف اومده بودن و اینایی که بعضیاشون که من هنوز باشون مثلا ممکنه یه هفته تماس داشته باشم، همه کارهای موفق شدن در زندگی، تحصیل کردن. اینا یه مقدارش هم به نظر من این تو چیزی که نزدیک مؤسسه بود، برای اینکه مؤسسه مرکز تخصصی بود، خیلی آدمایی که اونجا بودن نسبتا تحصیلات خوبی داشتن. برای که میگم کار سرم سالی رازی خیلی حساس بود، سیاحت دواسالی بود. از لحاظ بهداشتی خب بهداشتی اونجا خب اشکالاتی بود دیگه، برای اینکه مثل اون زمان روستاهای تهرون یه بیماری مثل تراکم، کچلی، حتی مالاریا اونجا زیاد بود. من مادرم مثل مادر بزرگم اونجا مالاریا گرفتن. بچه‌هایی که پلمونش هستن ممکن بود مثلا تراکم داشته باشن یا مثلا کچلی اینا رو، ولی چیز استثنا دیگه قابل نبودن. وقتی می اومدیم مدرسه همه به طور مشترک تحصیل میکردن و از لحاظ کسایی که رو کار میکردن، بعضی از معلم ها خانم های دکترایی بودن که تو مؤسسه کار میکردن. الان نشون میدم یه عکسی، خانم رئیس مدرسه خانومی بود که شوهرش توی مؤسسه کار میکرد. اینا بعدا مهاجرت کردن به فرانسه همشون. بعد یه چیز دیگه هم بود که اون پدر مادرها خیلی در امور اون مدرسه شرکت میکردن، برعکس اون چیزی که من دیده بودم مثلا وقتی اومدیم تهران، که اصلا من فکر میکنم پیشگاه مثلا پدر مادر من اومدن تو مدرسه تو البرز و اینا. اینم چند تا عکس از اون دوره. این خانومی که میگن این رئیس مدرسه بود که با شوهرش اومدن بعد مهاجرت کردن. اینم یه عکسی در جلوی اون مدرسه که البته میگم بیشتر پدر مادری که از اینا بیشتر کسایی بودن که در حسارک کار میکردن. این پدر من، اینم برادرای من، اینا نمیدونم جلسه بوده. اینم خیلی جالبه از لحاظ عباس پدری نشون بده 2 مرتبه لطفا. اوکی. بعد اینجا هم یه تالار قشنگ داشت که پدر مادر می اومدن و بچه ها اونجا یه کارایی میکردن مثل مدرسه‌های خیلی معمول الان، ولی خب این داریم صحبت 1300 و مثلا 20 و اینا میکنیم. خیلی جالب. اینم بچه، اینم برادر منه، اینجا هم مؤسسه هم من. بعد خود مؤسسه رازی هم به نظر من خیلی چیز جالبی بود، برای اینکه یه چیزی بود در زمان رضا شاه درستش کرده بودن و تولید سرم و واکسن میکرد. اون زمان بیماری طاعون گاوی تو اون منطقه خیلی زیاد بود و طوری که خیلی حیوانات میمردن اصلا. بعد اولش با یک گروه فرانسوی شروع شد که آمده بودن قرارداد داشتن و اینا و اون زمان پدر منم در سال موازات این از تبریز اومده بود به تهران و خیلی مشکل تونسته بود بالاخره لیسانسش لیسانس به اصطلاح دبیرستان رو بگیره، برای اینکه فقط پدرش و برادرش وقتی بچه بود فوت کرده بودن، مادرش پدر من بزرگ کرد و یه خورده دانشگاه نسبت، یعنی دانشجو نسبت، یعنی شاگرد نسبت ممتازی بود که تونست یه ذره خودش رو نمرات خوب بگیره و تونست از اون زمانی که رضا شاه این بچه ها رو میفرستاد به خارج. یکی از اون بچه هایی بود که رفت به خارج، رفت تولوس و توی فرانسه توی اون قسمت دامپزشکی فرانسه تخصص توی عگل شناسی و این چیزا گرفت. این خیلی ارتباط داشت با کاری که تو مؤسسه میکردم و همین گروه فرانسوی تماس گرفتم باش. وقتی که برگشت بدارم اونجا وارد مؤسسه شروع کرد کار کردن توی یکی از آزمایشگاه. یکی از چیزایی که خیلی من اول پدرم متوجه شد، یه
کنه ای بود که اونجا بین چیز که یه بیماری ایجاد میکرد که خیلی شبیه مالاریا عوارضش بود و این دکترها در اون موقع نمیتونستن این دوتا رو نمیدونستن یه همچین چیزی هست، همه فکر میکردن مالاریا هستن و یادتون باشه مالاریا یه حالت لرزش میده، تب و اینا. و اون زمان تنها چیز دوایی که بود کینن بود که خودش دوایی که ساده ای نبود، عوارض منفی دیگه هم داشت. ولی به هر حال با این مطالعاتی که شد فهمیدن که همه این کسایی که این عوارض رو دارن مالاریا نیست و از این کنه مخصوص منتقل میشه و این باعث شد که یه مقدار زیادی در همین رشته انگل شناسی و بیماری های بین انسان و دام خیلی تحقیقات زیادی بشه، مخصوصا توی اون مؤسسه و کشورهای خارجی هم شروع کردن با اینا تماس گرفتن و اگه یادتون باشه این کووید هم بین از حیوانات اومد دیگه، برای یه چیز هنوزم خیلی مهمه. از لحاظ بعد از اینکه این چیزای کادر فرانسوی رفتن قراردادشون تمام شد، توصیه کردن که پدرم ریاست اونجا رو بگیرن. پدرم حدود مثلا 30 سال اونجا کار کرد، 15 سالش هم اون مدیر ریاست مؤسسه رو داشت. بعد یه چیزایی بود که به نظر من خیلی جالب بود، این مؤسسه خیلی خودکفا بود، یعنی همه چیز آب و برق و این چیزا رو همه، حتی اون شیشه هایی که این کپسول های سرم رو درست میکردن یه شیشه ساز میامد اینا رو درست میکرد و چیز میکرد. بنابراین احتیاج علتش هم بود که خارج از تهران بود، یعنی هیچ چیز صنعتی چیزی اونجا نبود که بتونن اینا کمک کنن. آبش خیلی خوب بود و اون زمان من یادم وقتی می اومدیم تهران میگفتن آب نخورین تو تهران، برای اینکه آب اگه تهران یادم باشه آب از آب چیز بود، شبا منبع رو پر میکردن، زیاد خوب نبود. ولی توی مؤسسه آب چاه بود و این دکترها چیز میکردن، اینا رو آزمایش میکردن که ببینن انگلی چیزی نداشته باشه. از لحاظ اجتماعی برای بچه هم خیلی پیشرفته بود. ما به قول معروف بدون نظر گرفتن اینی طبقاتی همه بچه ها با همدیگه ارتباط داشتیم، پدر مادران میرفتن خونه همدیگه و اینا. خیلی خیلی هم احترام و دیسیپلین شدیدی بود و احترام بگم وقتی مثلا با دوچرخه سواری میکردیم، وقتی میدیم یه کسی داره میاد زود از دوچرخه پایین میومدیم سلام میکردیم، با سوار دوچرخه میشدیم. خیلی همه چیز بودن که خیلی احترام متقابل بین همه برقرار باشه. یه محل امنی بود واسه بچه‌ها دیگه، بعد دیگه پدر مادر مجبور نبودن اینا رو مواظب باشن. ما میرفتیم صبح دوچرخه سواری تا اینکه ظهر میومدیم، بعد از ظهر میرفتیم. مثلا تابستونا خیلی خیلی چیز بود، خیلی خوب بود واسه اینکه پدر مادر زیاد قصه بچه ها که بچه ها کجا رفتن، از تهرون نبود که شلوغی یا نباشه. چون یه مسئله سرم واکسن به ما خیلی سرنگ زیاد زدن. ما وقتی که بچه بودیم امراض به اصطلاح بچه ها رو نگرفتیم، برای اینکه همیشه واکسن و اینا همیشه به ما زده بودن. حتی این کووید که اومد من رفتم والانتیر شدم که برم آزمایش کنم، ولی خب منو قبول نکردم. بعد چیزایی که بیشتر بچه ها مریض می شدن دست شکستگی و این چیزا بود که و اینکه همه توی این وسط این محوطه یا میرفتن از خارج از محوطه تو این دهات و اطراف و حال اینم به چند تا عکس مؤسسه رو بگم. این عکس یکی از دورهای اولیه‌اش که اینا رو ببینم، این آقای که دکتر فرانسوی که اول بود، اینم پدر منه. اینا که سفید پوشیدن مثل دکترها بودن، بیشتر از دانشکده دامپزشکی می اومدن، از دانشکده‌های پزشکی مختلف اینا کارهای تخصصی میکردن. بعد کارمندا بودن، بعدن کارگران که همه رو میبینید به طور خیلی چیز همه رو جمع میکردن که یه حالت کمیونیتی باشه که اینا. بعد این عکس هم وقتی که مؤسسه شروع کرد به ساختن واکسن های مصرف پزشکی، حالا ببینید خیلی گسترش پیدا کرده. اینجا اگه نگاه کنید سمت راست چند تا خانم دکتر هم هستن. یه ذره بعضی چیزا بود یه خورده سکسیست بود، مثلا میخواستم بگم خانم دکتر مثلا رضوانه، یعنی که خانم زن کسی که زن دکتر رضوانه، نه که خانم دکتر رضوانه. این هم خیلی جالب بود وقتی که اینا رو صحبت میکردم. به هر حال ببینید اینم باز پدر من اینا باز دوباره همه رو جمع کردم. یواش یواش ما وقتی
ها یه چیز دیگه هم بگم، این خیلی از لحاظ نسبت به اون زمان از لحاظ چیزای دارویی اینا خیلی پیشرفته بود، واسه اینکه خیلی سران چیزای مختلف می آوردن اونجا. خیلی هم برای بچه ها خیلی جالب بود، برای اینکه وقتی شلوغ میشد هلیکوپتر می آمد و اینا. و این هم مثلا ببینید زمانی که برژنف اومده، این هم پدر من داره نمیدونم چیز میکنن. این هم یه عکس تاریخیه به نظر من، ولی چون پدر من استاد دانشگاه دامپزشکی هم بود. اینا ببینید، این دکتر مصدق، این هم مثل که بازرگان چیزی بود باشه. این هم آقای کاشانی مثل اینو من درست نمیشناسم، ولی بعضی که اینا رو آشنا. اون بازرگان نیست، بازرگان یه طور دیگه. بازرگان همسایه ما بود، این نیست. این نیست؟ نه نه. نه نمیدونم. به هر حال این هم چیزایی بود که خیلی بین اون دانشکده و اون مؤسسه. حالا این به اصطلاح وقتی که شروع کردیم اومدن آمریکا، این سفر اول من یه سال از بیشتر شماها جلوتر بودم. یعنی وقتی که شما چیز بودین، هشتم رو تموم کرده بودین، من نهم رو تموم کرده بودم. بعد اون گفتم چون این مؤسسه خیلی ارتباط زیادی با این چیزهای خارجی داشت، با این مراکز تحقیق خارجی، پدرم یه بورسی گرفت یه ساله از یو سی سان فرانسیسکو. توی اون بهش میگن هوپر فاندیشن، یه مؤسسه تحقیقاتی بود که ما اومدیم، من و مادرم و پدرم اومدیم با آمریکا. حدود 1960 این زمان کندی و این جریان کوبان کرایسیس و این چیزا بود. بعد رسیدیم به نیو هیون. اونجا یه دونه ماشین دست دوم خریدیم. یه پسرخواهی داشتیم که مهاجرت کرده بود اونجا، کمک کرد یه ماشین دست دوم گرفتیم. بعد با اونجا پدرم رانندگی کردیم، حدود 5 روز تاکسی تا رسیدیم به سان فرانسیسکو. تو سان فرانسیسکو من یه سال رفتم اینجا توی دبیرستان اینجا. یه ذره راستش خوشم نیومد، برای اینکه من عادت کرده بودم تو کلاس مثلا الگوز یه معلم میومد درس میداد، همه با هم جلو میرفتیم و اینا، هومورک و اینا. اونجا توی این مدرسه که من متوجه شدم هر کس یه معلم میومد مثلا یه چیزی صحبت میکرد، میگفت از این صفحه تا اون صفحه بخونی، بعد هر بچه‌ای با چیز خودش، با استعداد خودش جلو میرفت. من زیاد این مسئله رو زیاد متوجه نشدم و همین خیلی از زبان اینا مشکل بود. کلا چیز بود، یه خورده دوره مشکلی بود برای من مخصوصا. و ولی یه چیز، و الان یه چند تا عکس نشون میدم، از زیاد اونجا اون زمان خارجی نبود تو این مدرسه ها. و الان البته اگه نگاه کنین چند تا عکس، اینو نه که من و یه چند نفر دیگه خارجی های بودیم، ما رو میبردن به این مدرسه های دیگه. بچه ها سوال میکردن. مثلا یکی از مدرسه ها رفتیم، این خانم هم یه خانم خوشبوش فیلیپینی بود که می آمد با ما میرفتیم. بعد بچه ها سوال میکردم. خیلی از سوالایی که میکردم پسرها در مدرسه دخترانه سوال میکردم. این بودم با مدرسه دخترانه ما نداریم، ما جدا هستیم. این براشون جالب بود که چه جوری. به هر حال اینا من به بچه های خودم میگم این چیز جوانی چیزی عمل مارکوس که اینم شما شنیدین دیگه، ولی نیست، همطوری به عنوان شوخی میگفتم. و بعد ها برگشتن ما هم جالب بود، برای اینکه وقتی که اینا الان نشون میدم، وقتی که ما رسیدیم اول به آمریکا، رسیدیم به نیو هیون و هواپیما اینا، بعد به یه ماشین خریدیم و پدرم رانندگی کرد، اومدیم به سان فرانسیسکو. موقع برگشتن اون وقت بود من حدود 15 و نیم سالم شده بود، تحصیل گرفته بودم تو مدرسه. اون زمان قدیم قبل از اینم تو حسارک ما خیلی هر فرصتی میشد یه ماشینی پیدا میکردیم رانندگی میکردیم، بعد زیاد مشکل نبود. حدود 15 و نیم ساله که من تحصیل گرفتم و میتونم تو کالیفرنیا عملاً میشه اگه کسی دیگه باشه بتونه آدم رانندگی کنه. شروع کردیم برگشتن و این حدود 4-5 روز طول میکشید تو برگردیم. رسیدیم به چیز همون نیو هیون. اونجا یه دونه ماشین رو گذاشتیم توی کشتی به نام اس اس فرانس. اونایی که تو سان فرانسیسکو هستن معادلش چیز کوین الیزابت توه که توی چیزه، ولی به هر حال چیز مثل کروز بود ولی برای ترانسپورتیشن. ماشین رو گذاشتیم. من حدود 4-5 روزم تو راه بودیم. منم این 4-5 روز همش کشته حالت هوا داشتم، خیلی
مریض بودم برای اینکه عادت نداشتم به این چیز. وقتی رسیدیم از دور که رسیدیم این ساحل این لوحاب رو دیدیم، من کاملا یه دفعه حالم خوب شد، همین که دارم از این کشتی خارج میشیم. برای رسیدیم تو فرانسه. خب من هنوز به سن رانندگی نرسیده بودم، ولی خب راه طولانی جلو بود، مجبور بودیم رانندگی کنیم. من به حال رانندگی کردم. ولی چیزی که اونجا من یادمه این ماشین ما چیز سفید داشت، از این پروژکتورهای سفید داشت. بیشتر اون زمان تو فرانسه زرد بود، این چراغ می‌زدن به ما این چیه این چیه یه چیزم بگم، اون زمان بین اروپای غربی و شرقی هنوز جدا بودن از هم دیگه. ما مجبور بودیم برای اینکه به ایران برسیم از یوگسلاوی رد بشیم. یوگسلاوی قبل از اینکه تجزیه بشه و اینا، بلغاری و اینا، بلغارستان خیلی فقیر بودن. وقتی که ما تو اون کشور اروپای شرقی رسیدیم، این بچه‌ها دور آدم تو ماشین جمع شدن، سیگار می‌خواستن، نمی‌دونم چیز می‌خواستن، آچار می‌خواستن. خیلی چیز بود، خیلی تعجب آور بود در مقایسه با این وضع مثلا اروپای غربی و حتی. برای رسیدیم به ترکیه و از اونجا رسیدیم به مرز بازرگان. اون مرز بازرگان وارد روز شدیم، من اولین بار صدای رادیو ایران رو شنیدم بعد از مدت‌ها. خیلی خیلی تاثیرگذار بود برام، خیلی خوشم اومد. بعد اونجا بودم که برگشتیم به مدرسه البرز و دکتر مشتی قبول نکرد این کلاس دهم ما رو و ما دوباره اون موقعی که شما هم رسیدیم به کلاس دهم ما شدیم هم شاگردی. خیلی هم خوب بود برای اینکه من هیچ خاطره ای از اون بچه‌های قبل یه سال قبل رو نداشتم از کسی. توی دانشکده فنی هم که خب این پرویز صحبت کرده درباره‌اش دیگه. خیلی اون زمان من و پرویز تو تلویزیون اینا چیز موازی داشتیم. من توی قسمت راه ساختمون قبول شدم و اینا. بعد یه مقدار زیادی هم کامپیوتر و اینا صحبت کردیم، چیزایی که پرویز میگفت 1620 یا 360 و این چیزا رو کار کردیم، به خدا آشنا شدیم. بعد نمیدونم چرا من هر وقت توی این به اصطلاح کارآموزی میرفتم، این میفرستادم به اینجا راه ها و اینا که تو ساختمون موندن خیلی موفق شدم، ولی من هم میفرستادم به راه و نمیدونم سد و اینا که خیلی کار زیاد مشکلی بود. مثلا این یکی سد دز، این قسمتی از این رپورتی که من درست کردم، باید یه دونه شباب از این نردبون بالا میرفتیم، خیلی بالا. اون بالا قوس معکوس داشت. بعد اون بالا هم که میرسیدیم باید آکروبات میکردیم که بپریم اونجا که بتون میریزن و اینا. یکی از این شبا که من این وسط بودم، این کارگر از این عقب متلک میگفتن به ترکی، منم ترکی بلد بودم. بعد گفتم این کار ما نیست، این چیزی که اگه فرصت بشه چیزی عوض کنیم و اینا. از این لحظه بود که من تصمیم گرفتم اگه فرصتی شد برم یه چیز دیگه ای بخونم. بعد عباس این داکیومنتت به کارآموزی بود. فرانسویه. عباس داکیومنتت به کارآموزی بود. فرانسویه. نه تکرار کن. نقشه ای که بالا گذاشتی به فرانسویه. آه. این پروژه دست فرانسویا بود. سد سفید رود بود. آره اینم به فرانسوی هم مثل اینکه بود. من سد سفید رودم کار کردم، اینم کار کردم. اینم خیلی جالب بود. من خیلی آدمای جالبی دیدم وقتی که اینجا کارآموزی میکردم. یه چیز آره. عباس این کارآموزی بود. ها کارآموزی بودین. آره. آره این کامرازو دیگه. این تابستونا باید کارآموزی میکردیم. اینم یه دونه پروژه است با پرویز کرمانی. پرویز نمیدونم یاد این سید احمدیان مثل که فوت کرده. من پسر خوبی بود، فوت کرد. اینم پل بود. این استاد مثل که زیاد 16 و نیم به ما داد. به هر حال نمیدونم یه توضیح داده، یک اشکالاتی داشته. خب این حالا رسیدیم به قسمت البور. بعد 1970 همون سالی که پرویز میگفتم یه سال توی اون قسمت ستاد توی این قسمت کامپیوتر ما کار میکردیم. اونم خیلی فرصت خوبی بود برای اینکه این ماشین تنها کاری که میکردن کار حقوق میکردن، حقوق بچه ها. برای ما خیلی فرصت بود که از اون استفاده کنیم. من اومدم اپلیکیشن فرستادم یه عده از دانشگاه که راه ساختمان، یه عده به کامپیوتر. اون بعضی از این کارخونه‌های
مثلا دانشگاه‌های شرق آمریکا به من توی کامپیوتر ساینس دارن، مثل کارنگی ملون یکی از خوباش بود. ولی توی استنفورد و برکلی هم به من ادمیشن دادم، ولی تو راه ساختمان. من میخواستم بیام تو کالیفرنیا، اومدم بین این دوتا مثلا تصمیم بگیرم، رفتم برکلی که یکی از دوستان ما اونجا رفتن، گفتم خب ما اومدیم، گفتم خب چیکار کنیم اینا، یا تحویل نگرفتم. بعد رفتم به استنفورد، گفتم ما اومدیم، گفتم احمد بیا اینجا که اونم چیز خوابگاهت، اینم چیزش دیگه. تصمیم گرفتم بمونم توی همون استنفورد و چند از دوستان سابق و اینا اونجا بودم. من همین کوارتر اول که رسیدم میخواستم یه طوری عوض کنم. من سعی کردم اون کوارتر اول که وارد شدم یه مقدار درسای پایه بگیرم، مثل احتمالات و نمیدونم چیزای اپتیمیزیشن، این چیزا. یه مقداری هم CS 101 میگفتن که میگم این اصولی که درس خیلی آدم خیلی آدم چیزی بود، موثری بود توی این چیزی. من بعد از کوارتر اول رفتم به اون ادوایزر، گفتم میتونم مثلا رشته‌مو عوض کنم. اونم نگاه کرد نمره ها و اینا، این برو تجربه و این چیزا، گفت باشه. و رفتیم به قسمت کامپیوتر. اینم یکی از اون کامپیوترهایی است که من اون سالا درست کردم. این با تمام این المانت ها رو میگرفتی، سرهم میکردی و بعد این هم که اگه متوجه شدین یه کاست معمولیه واسه چیز حافظه بیرونی، که اینم مانیتور یه تلویزیون بود دیگه. اینم یه چیز گیمی بود که من سعی کردم بنویسم، یه چیز پینگ پونگ بود با اون زمان که بگیم ما وارد کامپیوتر شدیم. این چیزی که خواستم بگم، یه مقداری استادایی که اونجا بودن راستش این لیست بیشترشون کلاس گرفتم، من متوجه نشدم واقعا اون به اصطلاح تاثیرگذاری بعضی از اینا بعدن و ولی از لحاظ تاثیرگذاری اینا به نظر خیلی مهم بود، نه تنها در من بلکه در به خاطر تمام اون چیزایی که بعدا اومد توی قسمت کامپیوتر و این چیزا. حالا میگم این نیکولاس وورت، این کلاس CS 101 رو از اون گرفتم. این خیلی آدم جالبی بود، از سوئیس اومده بود. یه چیزی که کمک کرد به ما یه تحول بزرگی در برنامه نویسی به ما یاد داد. من اونجا مثلا کسایی که تو این رشته هستن، فورتران خیلی چیز خطی بود، خیلی وقتی پروگرام می نوشتی خیلی چیز خطی می نوشتی، لوپ می کردی، مثل که داری با ماشین صحبت می کنی. این ورت می گفت که نه، باید وقتی پروگرام می نویسی مثلا یه پاراگراف یه دونه داستان باشه، مثلا میخوای بگی برای تمام شاگردان این کلاس معدلشون رو حساب کن. یعنی وقتی آدم میخونه میبینه که داری چی کار میکنه. مثلا وسط یه دونه رمان نمیگه از این صفحه بپر، مثلا صفحه 42 از اونجا بپر صفحه 46، این چیزایی که قبلا مود بود. از اون این خیلی تاثیرگذار بود توی این زبان‌های پروگرامی که بعدا اومد، استراکچر پروگرامی. کنوتو میگم اون بعضی که واردن به این چیز کامپیوتر میدونن، خیلی آدم شخصیت خیلی بزرگی، توری اواردو گرفته و هنوزم در 90 سالگی خیلی پروگرام می‌نویسه. یه چیزایی که اونایی که حروف گذاری میکنن با این تک و لاتک آشنا هستن، خیلی قشنگ میتونست این چیزای ریاضی رو بنویسه توی صفحه که مثلا با چاپ کنه. یعنی منم این آدم جالب بود. این یه کتاب عباس، تو شاگرد کنوت بودی؟ آره، اون کلاس کنوت ما گرفتیم دیگه، اون کتاباشو داشت نوشت الگوریتم و اینا. بذار بگم واسه کنوت واقعا پدر بزرگ کامپیوتر ساینس بود و 6 تا کتاب نوشت کامپیوتر الگوریتمز، یاد میاد عباس؟ و واقعا بنیانگذار تیوریتیکال کامپیوتر ساینس بود. و کتابی هم که نوشت میگفت که هر کس غلط پیدا کنه $1 بهش میداد. من $3 از این آقا گرفتم. منم یه غلط پیدا کردم، ولی خیلی غلط کوچیکی بود، میترسیدم بهش بگم بس خراب کنه. من گفتم بهش آره. هنوزم بری توی اینترنت هر کریسمس یه کلاسی داره که میان بچه‌ها، هنوزم پروگرام می‌نویسه، خیلی هم پروگرام خیلی شدید.
آره خیلی جالب بود. با دوچرخه هم میرفت برمیگشت و اینا. خیلی من فیلم اینم است. خیلی آره. فیلم است. آره جالبه. این چیزی بود که اولین بار این جریان به اصطلاح قبل از اون برای مثلا می‌خواست یه مبادله کنه یه پیغام رمزی بین دو نفر، بعد آدم اون کلید مشترکی با هم دیگه مبادله میکردن. خب واضحه که اگه کسی اون کلید رو پیدا میکرد میتونست با اون چیزای رمزی شما رو باز کنه. این آمد اولین کسی بود که این جریان چیز کلید خصوصی و عمومی رو پابلیک و پرایوت کرد. هر وقت که میبینی نوشته HTTPS همون داره با اون سیستم داره کار میکنه. بعد دیگه بعد از اون دیگه دو تا نقطه توی اینترنت مجبور نبودن اول کلید رو با هم دیگه اشتراک بذارم بعدا صحبت کنن. این جالب بود که بعدا یه صحبتی میکرد. این دیفی که شاگردش بود وقتی میخواست اینو با یه دونه تشریح کنه توی یه دونه کنفرانسی اف بی آی اومد گفت که اگه اینو تشریح کنیم شما رو میبرن زندان. این هلمن با استنفورد تماس گرفت. استنفورد اون قسمت چیزش وکیلاش گفتن ما از شما دفاع میکنیم ولی دیفی رو نمیتونیم دفاع کنیم. بنابراین اون هلمن این پیپرش رو داد که دیگه چیزی که صرف همون شاگرد همون کلاین راک، همون شاگرد ادوایزر پرویز بود. اکادمیک برادر هستیم با صرف. آره. اونم هی می آمد یادت پرویز میگفت این پوینا از اینا هی صحبت میکرد و اینا الان تمام این سیسکو و هوایی و اینا اساس اون چیزا شده درست حالا میکنن. بذار من راجع به صرف بگم عباس اینترجه کن. صرف الان توی سیستم کامپیوتر یه پروتکلی هست که کامپیوترها با هم حرف میزنن بهش میگن TCP/IP. این وینسرف و باب کان یه پیپری نوشتن 1974 50 سال پیش که این پایه‌گذار این پروتکل بود. Go ahead please. آره این پروتکل یه قراردادی بین مثلا دو نقطه که وقتی که با سرعت یا با دقت میخواستن با هم دیگه تبادل کنن اینو استفاده کنن. این که همینطور بعد از اینکه این گسترش پیدا کرده هنوز از اون پروتکل استفاده میکنن، میبینی که چه آدمای چیزی بودن به اصطلاح نابغه‌ای بودن. به هر حال این مکارتی صرف گفتم کایلت این دانسیک اون کسی بود که واسه اونایی که آپریشن ریسرچ خوندن اون لینر پروگرامینگ و اینا رو اون شروع کرد. این خیلی آدم پیری بود، وسط کلاس یادش میرفت میگفت خب بدونین که من میدونم و اینا. بعد میرفت. آدم جالبی بود. مکارتی هم یه آدمی بود که از اون اولین بار اون چیز به اصطلاح هوش مصنوعی رو شروع کرد. اون هوش مصنوعی اولا بر اساس ریزنینگ و به اصطلاح رول بیس یعنی استدلال و قانون، ولی اشکال این متد این بود که مثلا یه چیزای مشکلی مثلا تشریح یه دونه یا یه دونه تشریح زبان یا چیز اینا مشکل بود که آدم تمام رول و اینا رو بیاد. بنابراین این چیز به اصطلاح هوش مصنوعی یه مدتی طول کشید تا اینکه رسید به 1984. اون موقعی بود که این جریان نیورال نتورکس و این چیزایی که بر اساس لرنینگ بر اساس تمرین مدل میکردن اینا شروع کرد راه افتادن. برای این عبارت زیاد رو بگیر کرد. حالا جالبه که این مدل های جدید که خیلی موفق شد و اینا دارن برمیگردن یه مقداری از اون چیزهای اولیه مثل رول و اینا رو بذارن برای اینکه کارهای عجیب غریبی بعضا میکن که انتظار نداشتن. مورس بسیل هم این ادوایزر من بودن، هم خیلی بعدا رئیسش بودن. اینو که حالا شروع شد قسمت به اصطلاح کار ما که من یه مدتی بعد از استنفورد یه مقداری تو این چیز اسلک لینر اکسلراتور کار کردم. بالاخره رفتم یه 2 سالی هم اسیستنت پروفسور بودم و اینا، ولی دیدم دانشگاه کار من نیست. اومدم توی به تو همون قسمت هیولت پکارد. این حالا چون بهش میگن جورنی آف لایف، این کسایی که من توی هیولت پکارد باشون آشنا شدم خیلی خوب بود. دوره‌ای بود که ما بچه‌هامون رو بزرگ می‌کردیم و اینا، یه مقدار زیادی هنوز با اینا تماس داشتیم. بچه‌ها با هم دیگه مسافرت می‌کردیم. اینا خوب بود از اون لحاظ اجتماعی و اینا فامیلی و اینا. به نظر من میاد عکسای مثلا تو کریسمس با این بچه‌های مختلف می‌بینی که خیلی همه
خیلی مثل مالتی کارچار چیزهای مختلف آسیایی اروپایی اینا ایرانی همه با هم دیگه. اون آقای محسن کیه؟ این پدر مادری یکی اون چیزه که این به خونش ما رفتیم، اینم همینا فوت کردن البته. اینا همش آره دیگه اینا الان هستن. اینا هم این بچه همه بزرگ شدن الان خودشون این برای. آره 1980 to 1992. اوکی. ها این هولت پکارد هم چیز بود دیگه، این ماشین های به اصطلاح درست میکردم مینی کامپیوتر ها دیگه. نمیخوام زیاد برم این تو، برای اینکه فقط یک کاری که ما میکردیم اونجا، من توی این سیستم کامپیوتر مدلینگ بود، این چیزایی که پرویز وارد دیگه که بیشتر مثلا این کامپیوتری که درست میکردن میخواستم ببینن که چقدر به اصطلاح از لحاظ برآمد مثلا کارهایی که میکنن، مثلا چند نفر رو میتونن سرویس بدن و از این حرفا. اینا رو باید قبلا روش کار میکردم، وگرنه وقتی یه کامپیوتر درست میکردم ممکن بود یه جا سریع باشه یه جا کند باشه و بی خودی مثلا پول خرج کنم برای این کار سریع، در صورتی که میتونستم اونو یه چیز ارزون تری برام بدن. این مدل ها و اینا من کار کردم. اینو میگم برای اینکه این مدل ها رو من بهش میگفتم شبیه سازی، یعنی بر اساس سیستم آدم یه طوری اینو به صورت مجازی می آورد و توی چیز به اصطلاح فضای مجازی مثلا حل میکرد، بعد میذاشتیم بعد میتونستیم پیش بینی کنیم که چیز حقیقی چه خواهد شد. بعد این سیستمات کاملا عوض شده دیگه. الان اون مدلایی که میسازن بر اساس یاد گرفتن دیتا هست که اینا این فرم عوض شد. اینم اون زلزله 1989 بود که تمام این آفیس ما رو به هم زد. حالا میخواستم یه کانترکت بگیرم، اگه سوال چیزی بود من وگرنه ادامه میدم. این قسمت عباس موقعی که تو توی اچ پی بودی خود هیولت اونجا بود یا اینکه دیگه اون بازنشسته دیگه بود؟ هولت اونجا، هولت یه دونه چیز داشت، یه آفیس داشت توی این اچ پی لب. اونجا خودش چیز نبود، خودش به اصطلاح توی به عنوان مثل ادوایزر اینا بود، یعنی به عنوان اونر، ولی یک چیز سی اوش یه نفر دیگه بود. آره ولی میامد توی اون اچ پی لب که ما بودیم اونجا، یه اتاق بهش داده بودن. خب این بعد حدود در 12 سال من اونجا کار کردم. بعد یواش یواش یه ذره چیز شد، عادی شده بود کارا و روال معمول، یه ذره ما خواستیم. بعد یکی از دوستای من که از همین استنفورد با هم دیگه چند تا کلاس گرفته بودیم بود اصلا ایمپورت کرده و اینو زیر پای ما نشست که بابا بیا بیرون اینجا کار تو استارتاپ هست، مردم کارهای جالبی میکنن اینا. ما رو کشید بیرون و یه ذره کار چیز کردیم دیگه. منم اون وقت فکر کردم اگه آدم این کارو نکنه اون موقع دیگه فرصتی نمیشه که بعدا وارد این چیزای بسیار ریسکی بشه. بنابراین اومدم بیرون و شروع کردیم. وقتی که این چیز این استارتاپ هم که نمیدونم کسایی وارد باشن، معمولا میای یه عقیده داره، یه چیزی رو با سرمایه خودت ایجاد میکنی، بعد میبری به این ونچر کپیتال ها. اونا بر اساس اینکه تو چقدر ارزش خواهی داشت مثلا در آینده، مثلا میگن که شما این چند نفری که با هم جمع شدین مثلا ممکنه ارزشتون 2 میلیون دلار باشه. بعد میگم خب ما مثلا 1 میلیون دلار به شما میدیم، 50% اون چیزا میگیریم. بعد اون 1 میلیون دلار رو استفاده میکنه اون محصولاتی که شروع کرده تمام میشه. بعد یا اینکه یه درآمدی داره یا اینکه میره بیشتر برای فاندینگ های بیشتر و اینا. این سیستمی هست که خیلی معمول بود، ما خیلی استفاده کردیم ازش. فقط این چیزی که بود این وقتی که من از اونجا اومدم بیرون، من میگفتم یه چیزی بود که من مسئولیت تو اچ پی مسئولیت کوچیکی داشتم با امکانات زیاد، ولی اومدیم یه دفعه مسئولیت زیاد با امکانات خیلی کم، یه چیز محدود. یه دفعه من متوجه شدم و من اول چیز مثلا انجینیر بودم یا سینیر انجینیر، یه دفعه کردم وی پی. البته من همیشه میگم هر کسی وی پی میشه یه آدم قد بلندی مگوری، بعد 30 سال میشه وی پی. ما یه دفعه وی پی شدیم، ولی خب مجبور بودیم یه طوری برها با مسئله گریبان بشیم. مثلا باید شروع میکردیم آدم استخدام میکردیم، باید
و برنامه نویسی میکردیم برای چند ماه چند سال آینده. با اون مشتری ها با صحبت میکردیم و اینا. چیزی بود که من زیاد هنوز داشتم یاد میگرفتم. اینم یکی از چند تا از این بچه‌های بود که اون کار میکرد. این یکی از چیزایی که ما شروع کردیم اون اول اون چیز قسمت همراه شروع شده بود، ولی قبل از این آیفون و این تلفن ها بود. این کشور چیزای ژاپنی چیزای درست میکردن. ما فکر کردیم که خوب میشه اینا رو براش شروع کردیم که خود براشون ساختار نوشتن و اینا. یکی از چیزایی که ما گرفتیم این کمپانی شارپ به ما گفت که یعنی شما یه اکسل اسپرشیت بنویسین روی این ماشین کوچیک. و اینم یکی از مشکل ترین کارهایی که من کردم همیشه این بود، برای اینکه یه دونه همچین یعنی مثلا این بشنس اسپسیفیکیشن بود 150 صفحه اینطوری به ما دادن، مثلا که اینا باید توی این ماشین کوچیک با خیلی چیزای کوتاه و مموری و سی پی یو کوچیک باید یه طوری درست کنیم مثلا اکسلی که اون زمان روی پی سی را میشد. بعد کار مشکلی بود. منم چون گروه کوچیکی بود، من خودم کلی روی این قسمت بهت میگن انجین اون پایینه و اون چیزی که این عملیات انجام میداد کار کردم. یکی از بهترین دوره پروگرامی برای من بود. خیلی زحمتش بود ولی به هر حال درست شد و حدود از میگن ریترن آن اینوستمنت، چجوری پول در میاری، چیز جالبی نبود. مثلا سال اول ما حدود مثلا 40,000 تا فروختیم. فکر کنم مثلا هر کدوم $5 میشد $200,000. $200,000 رو آدم میداد به پول کارمنده و اجاره و اینا. زیاد چیزی نبود. الان البته یه دونه برنامه بنویسی واسه مثلا آیفون یه چیز خیلی عظیمیه دیگه، ولی خب اشکالش اینه که رقابت هم زیاده. بنابراین چیز بود. یه چیز دیدم توی ای بی، یکی داره میفروشه $400. نمیدونم کسی بخرهش به درد نمیخوره، ولی واقعا چیز جالب بود. یه چیز دیگه هم ما شروع کردیم، اینی که میسیز، نمیدونم این اخیرا دیپارتمان میسیز که داره میبنده چیزا اومد گفت که به جای اون زمان اگه باشه با این وقتی که کارت میدادی کاغذی بود و الان شروع شده گفتن یه کاری بکنید که الکترونیک باشه که دیگه ما این کاغذ و اینا رو از بین ببریم. اینو ما درست کردیم با تمام ماشین و هاردور و اینا رو درست کردیم با امضا. وقتی امضا میکردیم میرفت که به اصطلاح اتنتیکیت میشد، یعنی شباهت به امضای قبلی داشت یا نه. اونم کار مشکلی بود. من یادم چند از این الگوریتم‌های چیز هوش مصنوعی من استفاده کردم، هیچ کنون جواب درست رو نداد. این طول کشید حدود 30 سال تا که فهمیدم چرا اون جواب نداد بعداً. ولی به هر حال این چیز شد. اینم چیز به خود موفق بود. بعد این یواش یواش رسید به این کمپانی سیمبل و اینا خریدن تمام اپریشن. بعد از اینجا اومدیم بیرون و من یه مقدار همکار من که نورا شروع کرده بودیم اومدیم بیرون برای اینکه کارا به روال عادی رسیده بود. چیزی نبود که من زیاد علاقه پیدا کنم روش کار کنم. بعد یکی از این چیزهای به اصطلاح نتورکینگ میگن که با همین دوستم رفته بودیم شرکت میکردیم. یه دونه بهش میگن از این دور همایی نتورکینگ و ایناست. با یه نفر آشنا شدم، من صحبت کردیم. اگه یادتون باشه زمانی بود که چیزهای عکاسی های دیجیتال شروع شده بود، اون کوداک و اینا یاد باشه با فیلم بود، بعد شروع کرده بودن عکس های دیجیتال. من همین صحبت میکردم با این شخص که بعدا همکار ما شد که این جالبه که آدم بتونه بدونه چه این تصویر رو آنالایز کنه، یعنی مثلا چند نفر آدم توشن، سر کجاست، پا کجاست، این گل بحث دیگه رفته اینا. بعد همینطور صحبت به یه جای رسید که یه دوربینایی که مثل دوربین رنگی باشه ولی توی هر پیکسلی به جایی که رنگ و آدم ضبط کنه فاصله رو تا اون نقطه ضبط کنه. و این چیز بود که بهش بعدا میگفتن لایدار، لیزر، لایت ریدارز، که الان خیلی معموله دیگه. الان تو آیفون و اینا بری همشون دارن، ولی اون مال ما یکی از اولین پروداکتایی بود که تو این رشته درست شد. اونم بر اساس اون ما یه دونه به اصطلاح بیزنس پلان نوشتیم و باز شروع کردیم
دنبال ویسی و اینا. یه چند تا ویسی هم خیلی خوششون اومده بود و سرمایه گذاری کردن، یه 5-6 میلیون دلار برای راه انداختن این. اول ما که شروع کردیم یه ذره خب به قول معروف چیز انگلیسی هست میگن ignorance is a bliss، یعنی آدم چیزی که نمیدونه خوبه. ما هم نمیدونستیم، این کار خیلی مشکلیه. ذره طول کشید تا به اینکه به نتیجه برسه. ولی اون اولا من متوجه شدم که این خیلی طول میکشه چیز تا اون مرحله سه‌بعدی کامل برسه. یکی از چیزهایی که ما خواستیم بکنیم گفتیم که یه طوری کنیم که اون زمان این ماشین‌های همراه شروع کردن استفاده کردن، ولی اگه یادتون باشه خیلی مشکل بود این چیز تایپ کردن، این ماشین کوچیک بود. گفتیم یه چیزی درست کنیم که با دوربین بتونه آدم انگشتش رو ببینه، بعد آدم ماشین همراه رو بذاره روی میزی، بعد به طور مجازی یه دونه تصویر مثلا کیبورد رو بندازیم روی میز، بعد یه کسی شروع کنه اونو باهاش کار کردن. بعد من با این حالا تصویر اون به اصطلاح محصول بعد از اینکه مسائل حل شده، واسه این من با یکی از این استادای استنفورد تماس گرفتم. توی اون وقت روی چیز کار میکرد، کامپیوتر ویژن. خیلی آدم نسبتا معروفی که چه خیلی جالبی کرده بود قبل از این کارا، استراکچر فور موشن مثلا چیز. اینو باهاش گفتم، توضیح دادم که هم چیزی ما میخوایم راه بندازیم اینا. بعد این مدتی با هم دیگه کار کردیم و یه دوربین گذاشت برای رازم خواهیم. یه ذره مشکل بود. بعد دیگه متوجه شدیم که ما وقتی که کسی داره تایپ میکنه فقط دو تا چیز میخوایم. یکی این که کجا تایپ کرده، کجا انگشت زده و چه موقعی زده. بر اساس اون یه دونه چیزی داریم که خیلی جالب بود. این دو مسئله رو خیلی قشنگ حل کرد. یه دونه گفتیم یه دونه از این لیزرهای خطی، نمیدونم اگه که تو چیز دیدن دیگه، رو دیواری خطی میکشه. یکی از اونها رو میذاریم درست بالای صفحه و یه دونه هم دوربین میذاریم اون بالا و این وقتی که انگشت میخوره به اون صفحه، دوربین اون انگشت رو میبینه. بیش از اون فیلتر و اینا هیچی نمیبینه. یه دفعه میبینه یه چیزی در یه نقطه آمد. ولی بعدا اگه بتونیم یه دونه اینو با کالیبریت کنیم با یه عکس یه دونه کیبورد، میتونیم هر کسی روی هر میزی هر صفحه‌ای میتونه شکل کیبورد ایجاد کنه و شروع کنه تایپ کردن. و این یه چند تا پتنت نوشتیم و این چیزش، این پروژکشنش هم خیلی جالب بود. یه دونه تکنولوژی هست به نام دیفرکتیو آپشن. دیفرکتیو چیز عکس رفرکتیو وقتی لنز که نور رو جمع میکنه، دیفرکتیو نور رو پخش میکنه و اساس اینکه نور یه موجه اینا میشه یه کارایی کرد که اون صفحه‌ای که نور لیزر ازش رد میشه اگه درست میکنن میشه اون بالا پایین رفتن این امواج مختلف نور اینا همدیگه رو تشدید کنن یا خنثی کنن و هر شکلی که آدم میخواد اینجا باشه. و یه دونه کارخونه آلمانی صحبت کردیم و اینا به هر حال این تصویر رو این چند تا طول کشید دیگه به این سادگی یا هاشم، ولی به آخر سر یه دونه تصویر قشنگ کیبورد رو میذاشت و میتونستیم روش تایپ کنیم. اینو فروختیم با اون پتنت رو یک کمپانی کره‌ای چیز شد، اونو درست کرد. این خیلی جالبه. همون موقع یه دونه کمپانی دیگه از اسرائیل حدود 6-7 ماه بعد از ما یه هم چیزی درست کرده بود. یه ذره چیز بود حالت خیلی میگفتیم شما این پتنت ماست و اینا، ولی دیگه اون وقت دیگه ما رفتیم به اون قسمت چیز. هم یه مقاله‌ای که تو اون مجله CSC هم نوشتیم درباره‌اش اینا. ولی اون پروفسوری که من باش کار کردم بعداً الان رفته در دو، خیلی آدم خوبی بود. من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. و برسیم به اون جریان چیز تیری. اول چرا یه چیز سه‌بعدی برای که آدم تشخیص بده که چی هست توی سیم مهم. مثلا وقتی یه دونه عکس بگیری یه چیز کوچیک باشه در نزدیک یا چیز بزرگتر باشه در دور، تصویر اونا هر دوشون یکیه. بنابراین نمیشه از تصویر آدم بگی که این اندازه چقدره. یا اینکه اونایی که رسم فنی خوندن ببینن این شکل از این طرف وقتی نگاه کنی، وقتی که به اصطلاح تصویر رو بگیری همش یکیه ولی دقیقاً نمیدونی کدوم یکی از اینا این شکل رو به اصطلاح تشکیل می‌کنه. یا اینکه وقتی یه عکسی داری بر اساس نور ممکنه کاملا تصویر عوض بشه. خیلی مشکلی این تصویر رو انالایز کردن، ولی اگه عکس سه‌بعدی بگیری دقیقاً میدونی دیگه که کجاست که جلوی چیز اینا.
اینم به هر حال بر اساس اون این شروع کردیم. اینم تکنولوژی شبیه اینم جالبه دیگه. وقتی که یه نور رو میفرستی، بعد این نور وقتی میخوره برمیگرده، اگه بتونه اون تأخیر رو اندازه بگیری، چون سرعت نور ثابته، میشه فاصله رو اندازه گرفت. البته این واسه یه نقطه ممکنه یا فاصله دور میشه اندازه گرفت، ولی در هر پیکسل و اینو سریع اندازه بگیری کار خیلی مشکلی بود. چیزی که ما برش اینم چیز رسته توضیح اینه که یه دونه چیز گذاشتیم، لیزری که روشن خاموش میشد و هر جا میخورد برمیگشت. ما نگاه میکردیم ببینیم این نور چقدر با تأخیر چه تأخیر رسیده. وقتی که بر اساس اون تأخیر رو میتونستیم اندازه بگیریم و چون سرعت نور ثابت بود، میشد اون فرکانس اون هم که اندازه میدونستیم، میشد اون فاصله رو تشخیص داد. اینم یه این منو یه دوربین رو گذاشتم بالای سرم، از بالا نگاه میکنه. این فاصله ها رو بر رنگ کردیم دیگه، یه رنگ بهش دادیم، مثلا هرچی قرمزه یعنی نزدیک، هرچی دور سبز یعنی زمین مثلا سبز سر من، یعنی چیزی که کنار بود نزدیک تره. اینم درست شد و چند تا پتنت تو اینام نوشتیم و بعد این بعدها چی شد. بعدها این هم یکی از فواید چیز لایداره. مثلا نگاه کنید یه عکسی از اونجا بگیری، بعد میتونید تصویر رو از پهلو نگاه کنیم، ببینیم مثلا 60 40 ماشین. اینا چیزاییست که با دوربین معمولی نمیشه کرد. بعد این بعدا تبدیل شد، رفت این کمپانی مایکروسافت گرفت و برد توی این چیز بالا لنز و اینا. بعد اینم چند تا چیز اپلیکیشن، مثلا یه دوربین شبیه اونه، مثلا ببینید مثلا این داره اسکن میکنه این آشپزخونه رو. اینا همینطوری ما دوربین رو تغییر میدی و همینطور داره عکس سه‌بعدی میگیره. بعد از اینکه اینو گرفت میتونی دقیقا بگی مثلا این خونه از لحاظ سه‌بعدی. اینا چیزایی که الان دیگه خیلی معموله، ولی ما چیز ما یکی از اون کمپانی این تشکیل رو اینم جالبه. وقتی که بین این مجازی و حقیقی، مثلا این یه دونه قوری مجازی من بذارم روی میز، بعد این می‌بینی که میشه دوربین رو جهت رو عوض کرد. آدم فکر میکنه این واقعا یه قوریه میز. این قوری رو من میذارم روی چیز، رو اون میز، بعد برش میذارم. الان این چیز رو می‌بینی که الان میره و میره رو زمین میفته. اینم زمین، بعد میره دوباره روی پله میذارمش، بعد میذارم پشت این چیز کاغذی، رول کاغذی. بعد حالا اگه دوربین رو عوض کنم ببینید این جلوشو میگه این چیز کاغذی حقیقی و اون قوری مجازی. این چیزاست که الان خیلی دیگه رایجه دیگه. چیز میکنم و حالا من دیگه یه خورده سریع برم. اینم این اون که تموم شد، باز ما اومدیم بیرون. وقتی رفت مایکروسافت، یه کمپانی دیگه که آخرین کمپانی بود که من درست کردم، که روی اینم این عکس جالبیه. اینم هم عکس یکی از چیزهای ماست که کسی از بچه‌های یکی از دوستای البرزی ماست، خیلی ما کمک کردن. این زر حاضقی نیست؟ آره دیگه، به آریان حاضری. بهرام حاضقی میشناسین؟ همه میشناسین؟ آره بهرام حاضری داشت، خیلی کمک کردن. دوستم خب این شاگرد اولی دانشگاه چی بود، شریف بود، اومد شریف بود یا فنی؟ نه این پسرش شریف. اوکی. پسرش شریف. نه فکر بکنم پسرش هم فنی بود. یه 2 تا پسر داشت. من یادم میاد ایران میرفتم، دوستا با بهرام نهار خوردیم، پسرش هم باید صحبت میکرد و گفت که بیام. خیلی پسر باهوشی بود. آره هر دوشون آدم باهوشی بودن. یه چیزی میخوام دیگه زیاد کشش ندم. و این چیز یکی کاری که چیز کردم، این تحول مدل اینو من نشون دادم. این شبیه سازی بر اساس سیستم بود، الان شده به اصطلاح شبیه سازی بر اساس دیتا، بر اساس یاد گرفتن. مثلا یه مقدار زیادی عکس میدی، مثلا میگی که خب
گربه، این چه احتمال داره این عکس گربه است یا گربه وحشیه یا اینا، بر اساس احتمالات مثلا میگیم گربه. این الان دیگه خیلی معموله دیگه، الان چیزیست که خیلی استفاده میکنن و اینا. ولی این حدود 7 سال 6 7 سال پیش بود من اینو خیلی متوجه شدم. یه پروژه داشتیم با یکی از یه کارخونه ماشین سازی، این از این چیزای میکرد، از این مثلا پنل هایی که برای ماشین درا رو درست میکرد. بعضا این ترک میخورد و میخواستن اینو بفهمن، برای اینکه اگه این ترک رو درست متوجه نمیشدن میرفت تو ماشین، ممکن بود بعدا ایجاد تعمیرش خیلی مشکل باشه. این اگه بری تو این چیزای ماشین ساز، اینا خیلی سریع درست میکنن، خیلی سر صداست اینا. از ما پرسیدن بیاین یه مقداری چیز بزنیم، دوربین بذاریم اینا رو که همینطور از زیر دوربین رد میشد بتونیم این ترک‌ها رو پیدا کنیم. ولی اشکالش اینه که بهش میگن اناملی، یعنی چیزی که همیشه اتفاق خیلی کمه. ولی این مدل ها برای اینکه بتونن دقیق کنن باید یه بالانسی باشه بین چیزایی که چیز درسته و چیزایی که به اصطلاح خرابه، دیفکت داره. مثلا یه دکتر میخواد از لحاظ شش ببینه این شش سرطان داره یا سرطان نداره. شش سرطانی خیلی کمتر نسبت به شش بی سرطان، بنابراین به اندازه کافی داده نداره که اینو یاد بگیره. برای همین من استفاده کردم یکی از این چیزهای هوش مصنوعی که ببینم میشه یه ترک به طور مجازی روی یه دونه صفحه چیز بده. اینو یه روز پا شدم نگاه کردم به دیتا، دادم وا این چه چیزی درست کرده، این یه ترک حقیقیه. بعدم بهش میدم اینو یه ترک روی این بذار، بعد میای میبینی یه ترک روی این گذاشته جای مختلف. این این خیلی برای من عجیب بود و اینا، برای اینکه چیز قدرت این مدل ها رو اینا رو نشون میده. و اینو استفاده کردیم برای اینکه بالانسی بشه بین چیز که بین یه مدل دیگه بتونیم اینو تمرین بدیم. حالا البته اینا خیلی رایجه دیگه، این چیز مثلا لنگویج مدل و نمیدونم دیکتوری مدل و اینا، همه اینا استفاده میکنن، چیزای مجازی درست میکنن اینا. ولی یه چیزی بود که من حدود 7 سال پیش متوجه شدم، خیلی مدل نیست که من نوشتم ولی من تغییرش دادم یه ذره واسه کارم. خب حالا جنبندی کنیم، چند تا چیز با کار کردیم که زیاد خوب نبود. یکی این که ما اومدیم به این بازاره که خود زود اومدیم، مثلا قبل از آیفون ما رفته بودیم تو بازار مثلا چیز همراه، یه مقداری متوجه شدیم که چیز تکنولوژی جدید درست کردن واقعا خیلی مشکله، خیلی طول میکشه. این هم به هر حال طول کشید تا بفهمیم. یه چند تا چیزی که دیگه به نظر من درست بود، این که ما تونستیم پیش بینی کنیم بعضی چیزا رو. مثلا خوبیش این بود که خب چون زیاد رقابت کم بود میشد یه ذره کاری کرد که مثلا بتونه آدم زودتر بره به بازار. یکی هم که کارهای به نظر کردیم یه ذره چیزای جالبی بود که قبلا نبود و اینا رو روش کار کردیم. یه چند تا چیزایی که آدم یاد میگیره، که آدم یاد میگیره در این نمیشه که تو به اصطلاح عمل میکنی، ولی آدم یاد میگیره. یکی اینکه failure is good، برای اینکه آدم یاد میگیره که چه چیزایی باید نکنه. از اون لحاظ خوبه. تیم بیلدینگ خیلی مهم بود. اگه دیدی که من چقدر این بچه‌ها رو نشون میدم چقدر زحمت کشیدیم این تیم‌های مختلف رو با هم دیگه بگیریم. بعد چیز دیگه آخرش هم اینه که این چیزی که مثلا وقتی یه چیزی کار نمیکنه هم علتی داره. این دوست ما، این پروفسوری که من آشنا شدم در استانبول، اینو به ما خیلی چیز میکرد، از اون یاد گرفتم، خیلی جالب بود. من همیشه وقتی یه چیزی کار نمیکردم بابا این چیه حتما کار ببریم، میگم نه بکنیم میفهمی که چرا کار نمیکنه. بعدم آخر اینه که به حال اگه یه سوال جواب درست بکنی میفهمی که جوابش راحت‌تره دیگه، یعنی بیشتر فهمیدی اون چیزو، سوالی که مطرح میکنی یه ذره چیزتره. خب دیگه زحمت نمیدم، خیلی ممنون و خیلی سرتون رو بگرد آوردم. Very good, very good. بسیار عالی، بسیار عالی. ça y est, c'est bon. C'est bon? Je vois. بس مرسی. عباس، من دو تا چیز میخواستم بگم. اولا اینکه من موقعی که دفعه پیش صحبت کردم گفتم چیزایی که ما توی البرز یاد گرفتیم چقدر به درد خورد. این هندسه ترسیم رقومی هم خیلی به درد تو خورد. درست میگم؟ چند تا چیز بود. یکی اون کلاس مثل اینکه اپتیک گرفتیم، آینه ها و اینا رو درس میداد. اون برای من خیلی مهم بود. وقتی که روی این کامرا و اینا کار میکردیم بالاخره دیگه بی سواد نبودیم که چجوری میشه. اون تو دانشگاه
آپتیک و آقای دانشگاه صفوی فنی درس بود. می‌داد تو دانشگاه یادم فنی. من یادم آینه و اینا خیلی بودن راستش من دیدم دانشگاه فنی بود. دانشگاه آره فنی بود آره آره. یه چیز دیگه بذار من تموم کنم. یه چیز دیگه این که بگم به همه بگم، این عباس جان از اون زمان دانشگاه فنی بیزنس اکیومن داشت، استعداد بیزنس داشت. بدم میاد ما با همدیگه یه تاریخ خونه درست کردیم که عکس چاپ میکردیم، یاد میاد؟ آره آره عکساشو بعد دارم عکس چاپ میکردیم و بعد عکس های بچه رو میفروختیم بهشون. بعد باریکلا. یه دم میاد که ما اون این عکس رو چاپ میکنی چند تا محلوله که عکس رو میذاری رو توشه که دوای ثابته که عکس رو ثابت میکنی. ما میدونستیم این دوای ثابتمون قدیمی شده ولی دیگه هج نکردیم که عوضش کنیم. عکس رو درست کردیم و چاپ کردیم و فروختیم. بعد از یه هفته عکس ها محو شد. عکس ثابت نبود. ببین پرویز تو اینو به عنوان اختراع میتونی پتنت کنی واسه این بعد نه چیز شد، ما ورشکست شدیم، بچه ها اومدن پولشون رو خواستن دیگه. این that was the end of our business. Anyway, that's a dream. Steve, what did you know? یه ابزرویشنی من داشتم از تجربیات عباس که اینجا نشون داد. اغلب دوستانی که تا به حال صحبت کردن و فکر میکنم بقیه هم به تا حدودی به عنوان یه معلم یا استاد یا تیچر یک نفره استعدادهای خودشون رو شیر میکردن با بقیه. چیزی که در تجربه عباس من دیدم و اینکه آخر لرنینگ تیم بیلدینگ از در کجا و در چه مرحله از زندگی تونستی با آدمای دیگه کار بکنی. مشکلی که اغلب مهندسا من جمله خود بنده تک نفری فقط میخوایم پرفورمنس داشته باشیم، ولی دیدم تو اغلب کارات با آدمای دیگه این تجربه این ولیو رو از کجا به دست آوردی که تونستی با آدمای دیگه کار بکنی؟ دانشکده فنی، تاریخ خونه دانشکده فنی. لغت تیم ورکینگ رو 5-6 بار من توی چیزایی که نشون دادی دیدم. درست میگه. این تیم ورکینگ از کجا شروع شد؟ آره میگم این چیزی دیگه وقتی که مسلسلی دیگه میبینید چتر نجاتی نیست و اینا بالاخره مثلا ما چیزای جالبی داشتیم، مثلا کسایی که با هم دیگه درست کار نمیکردن و مسئله رو حل کردن. نمیدونم یک کیسی داشتیم یه ذره چیز بود، اون چیز بود که مجبوریم یکی رو بیرون کنیم یه کارایی میکرد. بعد یکی داشتیم که داشت مثلا چیزی برایب چی میشه چیز از این دستمزد گرفته بود. یه چیزایی همطوری بود اولای شروع شد. بعدن یواش یواش من سعی کردم آدمایی که استفاده میکنم یه ذره سعی کنم کسایی باشن که یه خورده از خود من بهتر باشن که اون وقتی که آدم یه کسی میخواد کار کنه که یه چیزی یاد بگیره اونم مهم بود. اون شاگردایی که ما عباس اون صفحه آخر تا که تو اگه با من بفرستی اون قسمت لرنینگش واقعا قشنگه. من دوست دارم که به بچه های شاگردان بدم نشون بدم و یاد بگم. یعنی جدی میگم. That's very nice conclusion. Very nice. Scientific collaboration is a standard. You work with people, with groups. I mean, when you publish papers, it's not going to be only you. Maybe it's 5 people together. الان راست میگی فریدون، الان بعضی از این چیزایی که می‌نویسن حدود مثلا 300-200 نفر چیز داره. آره. و یکی از چیزای دیگه ای که تو امریکا تو عکسای تو هم من خیلی میدیدم جالبه، فکر کنم علاوه بر تیم ورکینگ میکسیست که از آدم‌های مختلف بود تو عکسایی که میدیدم، از چینی و آسیایی و اینها. و فکر میکنم این قاطی کردن فرهنگ‌های مختلف با هم یه سر اگه فکر بکنیم البرز هم همین بود. البرز چیکار میکردن؟ میامدن بچه‌هایی که سابقه خوب داشتن و درس خون بودن در یه نقطه جمع میکردن با یه سری معلم خوب. این عکسای تو رو که من نگاه میکردم فکر میکردم که اینم از نقاط مختلف دنیا یه سری آدم جذب کردن به سمت یه سری دانشگاه‌های خوب امریکایی با معلم‌های خوب و نتیجهش کم و بیش این بوده.
البته مسئله تیم ورکینگ همیشه مسئله پیچیده ای هست، چون که از یه طرف میگن موفق میشی در صورتی که تیم ورکینگ باشه، از یه طرف دیگه میگن آدمایی که خیلی موفقن آدمایی هن که خیلی ایگو دارن و خودشون میرن جلو، میخوان از سایرین جلو بیفتن. ولی و این عباس جواب تو داد، گفت تا یه موقعی طوری که میری دیگه you have no way but to collaborate with somebody. You have, I mean, I worked for 20 years all by myself, but then I collaborated with people. So it's not that. آره اون کسایی که خیلی به طور به اصطلاح خودشون رفتن جلو، اون خب یه مقدار باید تشکیل شخصی خود آدم اینطوری باشه. مال من اینطوری بیشتر میخواستم با درسته. بقیه کنم. بعضی هستن موفق میشن تنهایی کارهایی بکنن و من مشکل بود. و یه چیز دیگه هم که من میگم، همین که گفته این مامان میگفت جای به اصطلاح مختلف بودم، اون چیز محیط حصارک هم خیلی جالب بود، برای اینکه آدمای خیلی مختلفی از جای دنیای می آمدن. خیلی ما عادت کرده بودیم که با آدمای ادیان مختلف و اشخاص مختلف از کشورهای مختلف از همون بچگی معاشرت کنیم و اینا. این ذره کمک کرد. آره دیگه. ولی خب یه مقدارم بر اساس خود سیلیکون ولی که خیلی به اصطلاح مالتی کالچوراله، یعنی یه مخلوطی هست دیگه. یه مقدار زیاد مثلا اون که کنفرانس آخر من از ایتالیا یه مقدار بچه‌های خیلی خوبی جمع کردم. خیلی همه اینا خیلی آدمای موفقی شدن، رفتن تو این کمپانی‌ها کار کردن. آره اون بله، یه مقدار دیورسیتی یه کانسپتیه که نسبتاً جدیده. در فرهنگ‌های مختلف دیورسیتی نبوده و نسبتاً جدیده و ادوکسی دیورسیتی الان مخصوصاً در غرب، در آمریکا، در اروپا یه چیزیه که ولیوشو پیدا کردن. و یکی دیگه چیزایی که کلابوریشن و نتورکینگ و اینا هم حتی یه کانسپتاییه که قبلا ادوکسی برای کامپتیشن بوده. هر کی که کامپیت بکنه میگفتن کامپتیشن خیلی چیز خوبیه، برای اینکه باعث میشه هر کسی زحمت بکشه و محصول خودش رو ببره. ولی الان میبینن نه، نتورکینگ و کلابوریشن قوی تر از کامپتیشنه. اینا یه چیزای کانسپتاییه که recently have been proven to be very effective. ولی بارمان فراد، آمریکا یونایتد استیتس فلسفه درست شدنش همین بوده که از کالچرهای مختلف بیارن و اینجا مثل یک پاتی باشه که اینا با هم دیگه جور بشن و از استعداد اینا استفاده کنن. این چیزی که ممر گفت، میبینی که عکسایی که میدیدی همه از تمام دنیا بودن، بکنم فلسفه‌ای که آمریکا درست شد. melting pot دیگه. melting pot. بله، melting pot ولیوش آره بوده، ولی ولیوش و استفاده‌ای که نسبتاً جدیده که دیورسیتی، لغت دیورسیتی در مدرسه ها، در کمپانی ها یه چیز relatively new melting pot بوده. ولی ببین ایمپرشنی که الان امریکا از خارج از امریکا میده اینه که یه مقداری امریکا داره میبنده این درا رو، یعنی کمتر میخواد همچی جریان. حالا محیط دانشگاهیشو نمیدونم، در محیط ایمیگریشن که خوب حس میکنی و دارن این در بستن این درها نتیجهش چی خواهد بود در آینده. شما اینو چی جوری میبینید؟ محمد حرف درسته و یه چیزی پولیتیکال میشه. الان دو تا قطب پولیتیکال هست که that's exactly the issue. یه چیزی هم میخواستم بگم، این گفتم از لحاظ سوشال موبیلیتی اتفاقا ایران اتفاقا بد نبود. این که بچه‌های با بک‌گراندهای مختلف میتونستن بیان جلو. من یکی با صحبت میکردم، یه مقاله نوشته بود درباره سوشال موبیلیتی یا تحرک اجتماعی در اروپا و ایران
نتیجهش این بود که نسبت به اروپا ایران خیلی جلوتر بود. ایران خیلی یعنی خیلی راحت بود که اون بریه رو مثلا بذاری کنار. حتی مثلا توی دانشجوهای تو البرز و اینا کمک میکردن اونایی که نمیتونستن. از این لحاظ ایرانی‌ها به نظر من یه خورده جلوتر بودن از اروپایی‌ها. ولی خب همه حرفایی که درست میگه، آمریکای یه چیزی که همه از نقاط مختلف جمع کرده و اصلا نمیشه بدون اونا کار کرد. ما یکی از اون شرکت آخری که من داشتیم، من نگاه کردم فقط 2 نفر بودن از حدود مثلا 20 نفر، 2 نفر بودن که در آمریکا متولد شده بودن. یه چیز من جالب اینه که توی محیط دانشگاهی من الان میبینم بچه‌هایی که میرن higher education PhD بگیرن 95%، 95% آمریکایی نیستن. یعنی بدون چند هم. درصد چینی هم پرویز تو شاگرد؟ فکر کنم اقلا 50% چینی. چینی و حدود 20% هندی هن و بعد از کشورهای مختلف. به مسئله دایورسیتی که گفتی من یه شاگرد دارم. آره حرف درسته. یه شاگرد دارم واقعا جینیوسه، آمریکایی هم هست. سال اولی که وارد دانشگاه شد داشت کورسای من که سینیور لول سال 4 میگیره و بهترین شاگردم بود. من باش صحبت کردم، گفتم که ببین بیا معرفیت کنم به یه استاد و برو از حالا واسه پیشیت کار کن. به من گفت که من پیشی نمیخوام بگیرم، میخوام بعد از اینکه کامپیوتر ساینس گرفتم برم بیزنس بخونم. و دیگه گفتم چرا؟ گفت تا 10 سال دیگه این کارهایی که ما میکنیم AI میکنه دیگه. ما I'm looking beyond that. اینی که آمریکا یا همچین منتالیتی داره، ولی کسانی که از کشورهای چین میان هایر ایژوکیشن یه طلبگی میخواد. یک آدم باید که بخواد که یاد بگیره و این چیزی که در آمریکا نیست دیگه. سیستمی که خیلی جالبه، تأسف داره ولی دست ویتید. و به خاطر همین این خارجی هایی که میان تو آمریکا این چرخو میگردونن. کامپیس میخواستی یه چیزی بگی؟ آره قربان. اولا خواستم بگم صبح بخیر. صبح زود بود، تازه از خواب وقتی شروع کردیم من هنوز خواب بودم، ببخشید چند دقیقه دیر اومدم. هوا هم تاریک بود اینجا، هوا تاریک بود. ولی این صحبتی که اولا خیلی ممنونم عباس جان از صحبتت، خیلی لذت بردم و خیلی غیر از چیزای تکنیکال و ساینتیفیکت که کردی واقعا افتخار میکنم. ولی اینکه در این صحبت تونستی اصلا انگلیسی به کار نبری، تقریبا زیرو. برای من که خیلی سخته، ولی دیدم تو تونستی خیلی قشنگ به فارسی صحبت کنی و تا آخرش ادامه بدی. این سوال دایورسیتی که بارمان مطرح کرد خیلی مسئله مهمیه و این الان همه جای دنیا هم هست. ما اول اومده بودیم نیوزیلند، همه اروپایی و اینا بودن غیر از اون پاسیفیکا که خب جمعیت مهم اینجا هستن. ولی الان اینجا هم محیطش مثل همونی که الان پرویز گفت مثل آمریکا شده. بچهای پی اچ دی تقریبا خود نیوزیلندی خیلی کمه توشون و همه از خارج هستن. همون چیزی که گفتید، چینی، هندی، اروپایی و دیگه همه جا. و الان ایرانی اتفاقا خیلی پی اچ دی ایرانی زیاد داریم. و این مسئله که الان در دنیا غرب، اروپا رو نمیدونم، ولی در این کشور استرالیا اینجا مثلا این که گفتی 2 نفر، من یه وقتی که رئیس دیپارتمنت بودم 40 تا استاف داشتیم، 2 تاش نیوزیلندی بودن، از همه جا دنیا بودن، از اسرائیلی بود، هندی بود، آفریقایی بود. الان هم محیط دانشگاه اینجا همینجوره، دایورسیتی زیاده. دانشجوها شاید اقلا 30% چینی هن. شما اینجا توی آکلند را میری، توی دانتانش که بری فکر کنی مثلا تو هنگ کنگ هستی چینی. یعنی الان این دنیا به طرف دایورسیتی میره. حالا جای دیگه هم ویل کچ اپ سون، یا مهاجر هستن، ولی به زودی خواهید دید که دنیا دیگه اون صورت. مثلا این تیمای فوتبال اروپایی رو میبینیم، من هنوز به فوتبال علاقه دارم، اصلا مثلا تیم انگلیسی میبینی اصلا توش اروپایی نیست، همه خریدار از جای. مثلا این چیزی که we are going to see more of و تو محیط کارم خیلی رایجه.
البته یه مقدار این محیط کار اینو به زور یعنی قانونیش کردن که خانوما و سیاها بدونید. یادتونه که ریورس چیز میگفتن دیسکریمینیشن تو آمریکا مثلا چه سالی شروع شد؟ تو 80 و اینا که کمک کنید به ماینورتی ها که اونا بالا بیان. اینجا هم مثلا برای دانشگاه پزشکیش که خانمم تو کمیتش بود مثلا به این پاسیفیک ها امتیاز میدن. مثلا اگه 2 نفر بود درس یکی کم پایین‌تر بود ولی پاسیفیک بود اونو قبول میکردن دانشگاه. اینجوری واسه همین این موضوع خیلی جالبیه. حالا از تیم ورک رسیدیم به دایورسیتی و اینم گفتم من اینم اضافه کنم. ولی قربان همه عمل در امریکا داره از بین میره این که افرمتیو آره. اکشن و اینا داره همه از بین میره. تو آمریکا داره از بین میره. آه. تو آمریکا داره از بین میره. در مورد این تیم بیلدینگ که it's different than diversity یه مطلب دیگه برای من جالبه که باز کامبیز به عنوان منیجر و منیجمنت به اصطلاح بیزنس منیجمنت چجوری میشه یه عده‌ای آدم رو که مخصوصا دور از شما باشن، یعنی فرض کن تو کار کانستراکشن به طور مثال آره. که you have you're in the home office, a whole bunch of people are working. What makes them to first of all attain and keep sort of quality of the work well و بعد perform بکنن. honor code نه این یه honor اصطلاحی code هست در مورد تیم ورک. اصطلاحی هست میگن که فورمینگ 4 مرحله داره: فورمینگ، استورمینگ، نورمینگ، دن پرفورمینگ. یعنی اولش که میشه اون استورمینگش خیلی مهمه. این تمام تیم ورک ها همش یه دونه ازدواج خوب نیست. It's not a happy marriage. خیلی هر چه مثلا 10 تا مثلا اگزمپل گود پرفورم ببینی و 2 برابرش چیزایی که خراب میشه. واسه همین خیلی مهمه. ولی اون رول اون کسی که به اصطلاح لیدره توی تیم ورکی که از چیزایی که اتفاق میفته اینه که رول لیدر خیلی بالا نیست، باید ایکوال باشن. میدونی الان دیگه اون تو خیلی کمپانی‌ها این لبل منیجر به کار نمیگن، میگن تیم لیدر. نمیدونم تو این آمریکا هم حتما هست دیگه. تقریبا اون لغت منیجر میگن تیم لیدر، یعنی که میارنش پایین مثل همه مثل هم هستن. بعضی وقتا هم رول تیم لیدر عوض میشه. مثلا تو این چیزای ورزشی خیلی مهمه، این تو فوتبال، تو سیلینگ، اینا این رول تیم لیدر یه باس نیست، یه دونه پلیس نیست، یه کسی که مثل خودش نه کوچ. آره کوچ هم another word exactly کوچ هم another word. این رول اون خیلی مهمه که بتونه اینا رو جمع کنه و با اون شخصیت خودش، با اون کاراکتر خودش اینا رو یونیتی براشون ایجاد کنه. و اون یکی دیگه هم هست که create a shared vision که همه مثل هم فکر کنن. shared vision برای که اکثر کمپانی‌ها shared vision نداره. مثلا ویژن مال باس، مال اون سی او. اینا چیزای خیلی راجع به تیم ورک نوشتن. ما خودمون هم چند تا مقاله داشتیم وقتی این تیم نیوزیلند اولین بار اون آمریکاس کاپو که قدیمی ترین ورزش سیلینگ تو دنیاست، مال آدمای پولداره، از نیویورک شروع شد. 140 سال فقط آمریکایی‌ها می‌بردن، بعد استرالیا برد، بعد نیوزیلند 3 بار برد. این خیلی داستان جالبی بود که چطور شد که کشور به این کوچیکی تونست این مسابقه مهم ببره. برجا این خیلی راجبش میشه گفت دیو عزیز. بچه‌ها وایسا، من باید 5 دقیقه دیگه اینو قطع کنم چون اتفاقا با نهایت معذرت منم همینطور باید بلافاصله ترک بکنم. خیلی خوشحال شدم از شنیدن این حرفای تو. قبل از اینکه بری و یه داستان دیگه فریدون، این بگو به من با چطوری میشه با داریوش تماس گرفت؟ قربون همتون. باشه قربان تو. قبل از اینکه بریم منو مواسات ممکنه که صورتتو نشون بدی؟ کی؟ منوچهر مواسات. من فکر کنم با هم دیگه ما چطوری هم دیگه رو میشناسیم. شما بذاری من بهتون بگم، آقای مواسات همکلاسی ما نبودن، ولی به واسطه ایش اینی که مهندس مواسات با دوستای البرزی داشتن و فرانسه هم تحصیل میکردن، با بچهای البرزی فرانسه در تماس بودن، اینا اومدن 2 تا ریونیون ما اومدن
شرکت کردن. از اونجا با همدیگه آشنا شدیم. بله. بعد توی صحبت علی آذریان هم بود مواسات. بله بله. ما یه دونه دوست داشتیم با عباس در سربازی، اسمش چی بود عباس؟ مواسات نبود؟ نه این مواسات ما تو استنفورد دیدیم، یادت باشه. من میشه مواسات با هم رفتیم اسکی. اوکی. عباس خب پس پرویز دیگه کم کم جلسه رو ختم کنیم ها. باشه. من خیلی میخواستم از دوستمون عباس تشکر کنم، چون واقعا تمام زندگیشو به طور خیلی پروفشنال چیز کرد، در موردش صحبت کرد. من از چیزی هم که خیلی خوشم اومد مؤسسه رازی کرج بود که در این محیط پرویز بزرگ شده و خدماتی که پدرش کرده بود و من نمیدونستم که مسئله واکسن در ایران در اون زمان اینقدر جلو رفته بوده. به هر حال خلاصه هم که از کامپیوتر گفت، برای اون کسانی که توی بیزنس کامپیوتر بودن تقریبا تمام تاریخچه کامپیوتر تو اون یه اسلایدی که اسم پروفسوراش بود. خیلی ممنون. اگر اجازه بدین صحبت اینجا ختم بکنیم. قراره که سخنران بعدیمون فریدون شهیدی باشه. نمیدونم فریدون میخوای این رو چیز بکنی، خودت کانفرم بکنی اینجا یا بعدا؟ Let me see my doctor on Wednesday. I'll let you know. خیلی ممنون دوستان. از تو رخت خوابم صحبت کنی حالا مهم. این سری سفر و اینا ما هست. I don't want them to get mixed up. قبل از اینکه بریم سعید شما می‌خواستی یه چیزی بگی مثل که سعید مسعودی؟ میذارمش برای جلسات بعدی. این در مورد به اصطلاح گروه ها با هم همکاری کردن، تجربه بیشتر دوستانی که الان حاضر هستن در اکادمیک بوده و من چون خودم شخصا تمامی مدت در حساب اینداستری کار کردم، اجباراً مجبورن مردم گروه با هم به صورت تیم ورک کار کنن. مثلا ساختن یک پاور پلان احتیاج داره به انجینیرینگ، کانستراکشن، استارتاپ، پروکیورمنت و گروه های دیگه. تنها جوری که میشد ما همه با هم بتونیم موفقانه کار کنیم اینه که اینسنتیو برای افراد باشه. یعنی با شعار دادن و ترینینگ و اینها میشه یه مقداری جلو رفت، ولی مهمترین راه موفقیت ما این بود که برای هر گروهی یه اینسنتیوی بذاریم که اگر کار رو بهتر انجام دادن اینقدر بونس میگیرن. در انتهای کار در مملکت سرمایه‌داری اون چیزی که باعث پیشرفت میشه مسئله اینسنتیو و مادیات است. اسم خودتون نوشتم که دفعه دیگه بعد از شهیدی راجع به این مسئله صحبت بکنیم. باشه کسی دیگه میخواد صحبت بکنه؟ پرویز کسی دیگه میخواد صحبت بکنه؟ گفتی نه کسی دیگه نمیخواد صحبت بکنه. نه حمید دستشو بالا کرده. 1 minute. حمید نمیبینم. You're on mute. حمید you're on mute. آره صداش قطع شد. منم به نوبه خود خیلی از عباس سپاسگزاری میکنم. بسیار عالی بود و آموزنده این صحبت امروزش و خیلی چیز یاد گرفتم من. خیلی ممنون. خب خیلی متشکرم. قربان شما. واقعا آموزنده بود. مرسی عباس جان، دست درد نکنه، عالی بود. خیلی ممنون. ممنون عباس. مرسی عباس. دفعه دیگه اون دستگاه ثابت تو محلولش قوی تر کن. ای بچه‌ها، بای چیزی که میخواستم بگم hello everybody, that's all. hello حمید. حمید جان. میرا جان خداحافظ. حمید خداحافظ. خداحافظ همگی.